سوال دادند که آیا فروختن خون برای بیماران جایز هست؟ دانار خون میشوند، بعضی‌ها میفروشن خون و پول میگیرن. دادن خون جایزه، لیکن فروختنش جایز نیست. تمام فقها فروختن خون را حرام و در زمره بیع باطل قرار دادند. او پول او آدمی که خون فروش میگیره اصلا مالکش نشده است، قطعا حرامه. بنابراین پولی به دست آمده از خون برای فروشنده حلال نیست و مالک آن نمی شود. علاوه بر این عضو آدمی محترم می باشد، فروختن اعضای آدمی هرگز جایز نیست. یک عضو آدمی زاد فروخته نمی شود. مثل موی. یک چیزی گرم خوب شد که یک سوال هست. بعضی زنها مویهاشون شانه میکنن، مویهای ریختگیشون، بعد موی خرام میارن میفروشن. فروختن موی سر هم جایز نیست. اونها را عضو آدمی محترم هم در یک جای زیر خاک کنن.